سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پرست‌های خانگی. ما امروز همراه یک نوع پراینی بی حد آسانه که کم خرج تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 250 300 میلی لیتر شیر یا که کفیر گرمکک باشد، 250 گرم شکر، 500 گرم آرد، 8 9 تا 10 قاشق روغن رستنی، 70 80 میلی لیتر، 2 دانه زرده تخم، 1.5 پچکه رزرخلی تیل و وانیلین ساخر یا که وانیلین لازم است. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. ما در اول بسم الله الرحمن الرحیم من شکر گرفتیم با کفیر شروع آمیخته میکنیم که شکر ما آب شود. بسم الله. من 2 دانه زرده تخم می اندازیم. من 2 دانه زرده تخم انداختم. 2 تا سفیدش ما گرفته میمونیم برای روش. من روغن رستنی هم همراه میکنیم. من وانیلین همراه کرده. همه محصولات رو شروع آمیخته میکنیم. من محصولات رو نگاه کنید چه شروع شکرش آب شد. ما اکنون آرد همراه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرد همراه کرده حتما ما آرد و رزرخلی تیل همراه میکنیم. من یک تا رزرخلی تیل ما پول همراه میکنیم. یک تشه ما نیم تشه همراه میکنیم. برای که رزرخلی تیلش 15 گرم، برای اینکه پراینی که 20 گرم 25 گرم همراه میکند، من یکی 15 گرم همراه کردم. بسیاری بد نی. ما اکنون خمیری سخت کک تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کنید خمیری ما چقدر تیار شد. از سبب شکرش بودن خمیری ما شیر دار. ما خمیر من را به 2 قسمی برابر تقسیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من داخلش هم نگاه کنید چقدر خوش آمدگی. من از والامای 10 دقیقه نگاه داشته بعد تنوگ میکنه. من از والامای گیتیم ما خوش رو تنوگ میکنیم. کمتر آرد زده تنوگ میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه اونقدر تنوگ میکنیم. تنوکیش این طرف شود میشود. ما بعد تنوک کنیم بعد پرینیکا قاق میبیاد. شروع ورم نمیکنه دسته تنوک شدن ما خشک میبیاد. برای همین من این طرف میکشایم. من همین گونه فرم گرفتم. دویم راز میرشه. میتونید اگه استکانا یا که پیاله ها که زیر کنید. ما همیشه من فرم چکره میگیریم. نگاه کنید چه علامت بدیمش. ما گردکاشه جمع کرده با زوالا کرده با تنوگ میکنیم. خمیرش ملایمکی نقص سخت نمیاد. نگاه کنید چقدر ملایمک. من پراینیکای چیندم لیست به 40 دانه شد. 20 دانه به یک تا لیست به 20 دانه دیگه یک تا لیست به شد. ما اینه که با مدتی 20-25 دقیقه 180-200 درجه تفتاننده پخته میگیریم. من 150 گرم شکر و 2 دانه سفیدی تخمه لب میزنیم تا سفید شدنش. برای روی پراینیکا ما میتونید قیام تیار کنید. شکر رو آبا بالا گاز به جوشنده بعد پراینیکا همراه کنید. میشه روش سفیدک میشه. یکی من روی سفیدی تخم که تیار میکنم. شکر سفیدی تخم ما تماما بوی خیلی بو نمیکند. بوی تخم نمیکند. اگر
بوی تخمش در نظر داشته باشید. اصلا زردی تخم با چخگم بوی تخم همون زردیش با سفیدیشه میدونم که کرم هم استفاده میبرم. بیلکای زبانی کرم ما همیشه کوخ شروع لازم. بسم الله الرحمن الرحیم. من گلازوری ما هم تیار شد. نگاه کنید بسیار سخت نمیکنیم. شکرش آب شود تمام. سبزی تیار شد. من چگونه میبینید پرینیکای ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر پیامش آمد. نه درنش شکستم بینید. من درنش نگاه کنید چقدر آمد. مثل پرینیک ما اینا که نگام داریم کمتر خنک شود. بعد ما گلازوری تیار کردیم ما روش با میمولی. من پرینیکا خنک شد. ما همیشه یک جای گرفتم. ما دانه نیایو همیشه یک جای ما همه گلازورمو میکنیم. میتونید خیلی دانه شاتکی مالیدن میشه. نکی من خواستم همیشه خیلی یک جای کنم. من آمیختم کنم. من نگاه کنید پرینیکای همیشه رو با دست آمیخته کردم. من همش سفید شد. ما کنیم میچینیم. من ریشاتکا میچینم. میتونید خیلی پرناس بچینید که قاق شود. من هر یک شخص شروع میچینیم که دانه مبینش کمتر دورتر میمونیم که تیزتر قاق شود. من اینطور همیشه میچینیم. من چگونه میبینید پرینیکای ما هم من گلازورای شخ شده وکای. من نگاه کنید تماما دست به نمیچسبد. من پشتاش همش من اینطور قاق شد. من چگونه میبینید یک پدناس پرینیکی ما هم تیار شد. 40 دانه به حد سیرس یعنی من که دروناش ما شکستم بینیم. دروناش چقدر آمده است. من پشتاش من دروناش بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کنید چقدر ملایمک. من درونی پرینیکی ما به حد ملایمکی ای جای بود. حتما شما هم برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید. پادپیساچیه کنید. یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. حتما لایک ماندن فراموش نکنید دوستان. انشالله ما با دستگیری شما پیش میریم. دستگیری شما پیشروی ما دوستان.